دومی از عبادات فکری دومیش چی است؟ تعقل است. تعقل چی معنی؟ تعقل هم یکی از عبادات های فکری هست. و تعقل چی معنی میده؟ معنای تعقل یعنی مشغول نبودن عقل در یک چیزی می باشه. انسان در یک چیزی از عقل خود کار میگیره و در اصطلاح عبادات فکری توحیدی هو التدبر في مبادئ الامور المعقوله و التأمل في ترتیبها. میگه تعقل چی هست؟ تدبر کردن هست در اساسات امور معقول. اینال ما در عبادات عقلی، در عبادات فکری تعقل است. دلیلش از قرآن عظیم الشان چی است؟ الله متعال میگه ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. کل دلایل قدرت خود الله متعال بیان میکنه. باز چی میگه؟ لآیات لقوم یعقلون. سوره بقره آیت 164 میگه در کل از اینا دلایل است به قدرت الله برای کسایی که از عقل خود کار میگیرن. پس یکی از عبادات فکری چی هست؟ عقل خود در مخلوقات برای فکر کردن و تدبر و تأمل از عقل خود کار گرفتن. ببینید الله متعال میگه که ان فی خلق السماوات، یقینا که در خلقت آسمان ها و الارض زمین، و اختلاف اللیل و النهار و در اختلاف شب و روز، و الفلک التي تجری فی البحر بما ینفع الناس، کشتی هایی که جریان دارن در بحر و به مردم منفعت میرسانن. شما سعی کنید که یک کشتی بالای آب روان است به صدها تن به قدرت الله بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء، در نازل به ای الله متعال از آسمان از ابرها ما ببینیم که آب نازل میکنه. در این تصور بکنیم قدرت الله. فاحیا به الارض بعد موتها، زمین بعد از مرگش زنده میکنه. و بث فیها من کل دابه، و دی نشر میکنه هر قسم جنبنده. و تصریف الریاح، و گردانیدن بادها. و السحاب المسخر بین السماء والارض، این کل شی میدین. و ابرهایی که مسخر است در بین آسمان و زمین. الله متعال این کل دلایل قدرت خود بیان میکنه. باز میگه که لآیات لقوم یعقلون. این کل از اینا دلایل هست برای قومی که، بر کسانی که از عقل خود اینا کار میگیرن. پس انسان مسلمان مکلفیت داره که از عقل خود برای درک حقیقت ها کار بگیره. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. وقتی شما یک برگ درخت مطالعه میکنین که درخت مثلا شما در منزل سوم زندگی میکنین و ببینین که این درخت از منزل اول تا منزل سوم متعامده است و در آخر تا تلکینتان میبرین برگ ها هست. شما اگر این برگ ها را سیل کنین، این برگ ها آب دارن، اکسیژن استفاده میکنن از ریشه درخت. وقتی که میایه شما در منزل 3 توسط واتر پمپ آب به منزل 3 بالا میشه، لکن در بین از درخت این به چه شکل تا این برگ آخری آب میرسه. و این درخت انرژی ضرورت داره، اکسیژن ضرورت داره و زنده هست. این یک برگ است. این که شما اگر پیش یک عالم متخصص براتون تشریح بکنم، باز یک برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش، یعنی هر برگ که شما سهل میکنین، هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. در هر ورقش قدرت الله سبحانه و تعالی و عظمت الله سبحانه و تعالی را درک میکنه. این یک برگ درخت است. اگر در خود درخت، اگر در بیوی درخت، اگر در حیوانات، اگر در انسان ها، در هر موجودی که انسان نظر میکنه، این کلش چی است و از عقل خود این راستا کار میگیره. این عبادت فکری را کرده، چون تعقل از جمله عبادت های فکری هست. و در قرآن عظیم الشان همیشه وقتی که ببینه آیات میگه لعلکم تعقلون، شاید که شما از عقلتان کار میگیرید.
و احیانا میگه افلا تعقلون، چرا از عقلتان کار نمیگیرین؟ توبیخ میکنه، سرزنش میکنه. كذلك يبين الله لكم آیاته لعلكم تعقلون. و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم آمده هست که اگر یک کس عقل خود از دست داد، باز بالا از مکلفیت نیست. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که رفع القلم عن ثلاثه، از 3 کس قلم برداشته شده. از کی؟ عن النائم حتی یستیقظ، از خواب تا وقتی که بیدار شود. وقتی انسان در خواب میباشه دیگه عقلش کار نمیکنه، میشه که هر چیزی در خواب میکنه، از این خاطر مرفوع القلم هست. چرا؟ عقل وقتی که خواب کرد مکلفیت عقلی ختم شد. و عن المبتلا، مثلا کسی دیوانه هست، عقل خود از دست دادن، اعمال از این نشته نمیشه. اگر یک دیوانه هر کاری میکنه پیش الله مسئولیت نداره. چرا؟ عقل نیست. و عن الصبی، طفل که عقلش هنوز به کمال نرسیده، از این هم حتی یک بار تا مرحله جوانی کسی طفل است، عقلش به اون اندازه نیست که حقیقت ها را درست درک بکنه، ضعیف است. از این خاطر بالای طفل قلم نیست که اعمال از این محاسبه شود. اینال چی است؟ پس عبادت فکری عقلی بالای کی است؟ بالای انسان بیدار، انسان عاقل و انسان بالغ هست. علمای اسلام در این راستا چی میگن؟ وهذه الوظيفة التي هي القدرة على التعقل موجودة لدى سائر العقلاء من الناس. این وظیفه و مکلفیت که تعقل هست که ما از عقل خود در پیش کل عقلا موجود است. من استفاده منها باذن الله، بعضی از این عقل خود استفاده میکنه و منهم من عطلها، و بعضی عقل خود معطل قرار میده. در بسیاری مسائل، خصوصا مسائل دینی، از عقل خود کار نمیگیره. حالا بسیاری کسا هستند در مسائل دنیایی از عقل خود بسیار کار میگیرن، ولی در اختیار دین تعقل نمیکنن. یک پروفسور هندی رو ببینی، یک پروفسور ژاپنی رو ببینی که در مسائل دینی همون چیزی که برش از پدرایش مانده بدون تعقل در او به مو شکل روان است. گوساله پرستی، شادی پرستی، حیوان پرستی، نفس پرستی، پدر پرستی، حاکم پرستی. این مشکلات به خاطر چی هست؟ به خاطر از اینکه در آیات قرآن و در آنچه که الله متعال ایره مکلفیت داده که از عقل خود کار بگیره، از او کار نمیگیره. بعضی ها ایره عقل خود معطل میکنن و بعضی ها استخدامها فی غیر ما ینبغی، از عقل خود در چیزهایی که شایسته نیست در او استفاده میکنن. از این خاطر میگه الله متعال کافران را لام الله الکفار علی عدم التعقل والانتفاع به. کافران را الله ملامت میکنه به چی؟ که میگه اینا تعقل نمیکنن و از عقل خود و منفعت از عقل خود نمیگیره. واللوم دلیل الامکان، میگه این ملامتی به خاطر چی است؟ که امکانات وجود داره که الله اینا را ملامت میکنه. یعنی اگر یک کافر از عقل خود در قرآن از عقل خود کار بگیرن، بخوانه، در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم از عقل خود کار بگیره و استفاده بکنه، بسیار کسایی هستند که مسلمان شدن، هیچ با عالم و مولوی و با دعوتگر اسلام و حتی با پیغمبر یا هیچ ملاقات نکردن، ولی وقتی قرآن عظیم الشان با تعقل خوانده است، تفکر کرده است و تعصب و تکبر نکرده، بالاخره مسلمان شدن. و سلیمان ابن سالم خراشی یک عالم اسی میگه ان الاسلام به حق قد رفع قیمت العقل. میگه اسلام ارزش عقل بسیار بلند برده و اعلی من شأنه، شأن عقل بسیار عالی بیان کرده. و جعل التعقل و التفکیر فریضه اسلامیه. میگه از این خاطر استفاده از عقل که تعقل است و استفاده از فکر که تفکر است، میگه ایره فریضه الاسلامیه، یک واجب اسلامی بیان کرده است. بالای انسان مسلمان واجب است. یلزم کل مسلم ان یؤدیها حقها. بالای هر مسلمان لازم است که از عقل خود کار بگیره و کورکورانه دنبال روی نکنه. ولا تقف ما لیس لك به علم
ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. میگه شما دنبال روی ولی بدون علم دنبال روی نکنین. چشمتان، گوشتان، قلبتان، کل از پیش الله چی هستن؟ مسئول هست. از این خاطر عالم میگه که تعقل و تفکیر که هست یک فریضه اسلامی است، یک واجب اسلامی هست. باید هر مسلمان ایره ادا بکنه. این ارزش عقل است. و دیگه میگه از ارزش عقل دیگه چی هست در اسلام؟ ببینید بعضی اوقات دشمنای اسلام تبلیغ میکنن که مسلمان ها از عقل، خیر، مسلمان ها مکلفیت دارن که از عقل خود استفاده بکنن. استفاده از عقل یکی از وجایب مسلمان ها هست. ببینید و اعلی من شأنه، میگه الله سبحانه و تعالی مقام عقل بسیار عالی بیان کرده. با می خاطر چی کرده؟ تعقل و تفکر چی؟ فریضه اسلامیه یلزم کل مسلم ان یؤدیها حقها. باز میگه دیگه چی؟ یکی خو واجب اسلامی شد. دیگه و جعل العقل هو مناط التکلیف. دوم میگه اساس مکلفیت تعقل هست، عقل داشتن هست. این حالا اگر کسی عقل نداشته باشه مکلفیت نداره. به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که سه کس مرفوع القلم است. چرا مرفوع القلم است؟ که قوه تعقل از او گرفته شده. انسان در خواب است، قوه تعقل فعلا نداره در حالت خواب. طفل است، قوه تعقلش ضعیف است. دیوانه هست، قوه تعقلش گرفته شده است. از این خاطر میگه الله برای عقل ارزش داده. این استفاده از عقل واجب اسلامی قرار داده و عقل اساس مکلفیت قرار داده. بنابراین اگر کسی عقل نداشته باشه مکلفیت نداره. طفل مکلفیت نداره، دیوانه مکلفیت نداره، انسان که در خواب است مکلفیت نداره. یک نفر بیدار است قصداً نماز نمیخونه. علما، بسیاری از علما میگه که قصداً نماز ترک کرد، این از دایره اسلام خارج شد. اما یک کسی دیگه مثلا در خواب هست، 3-4 نماز از پیشش قضا شد، یک وقت بیدار میشه که میگه والا مرا خواب برده بود نماز صبح، عین بیدار شدم شامکی، فکر میکردم که صبح است، میخیزم که غروب است، نماز صبح پیشین دیگر کلش از پیشم قضا شدم. حکم از چی است؟ مرفوع القلم است. بخیز نمازهای خدا بخوانه خلاص. متوجه هستید؟ و میگه اسلام یک تعقل فریضه اسلامی، دوم تعقل عقل مساس تکلیف، و سوم میگه نه علی اولئک الذین لم یستعملوا عقولهم فی معرفت الحق والهدایه. میگه اسلام همچنان بد گفته کسانی را که برای رسیده برای معرفت حق و هدایت از عقل خود کار نمیگیرن. این ارزش عقل در اسلام نشان میده. شیخ محمد ابن ابراهیم حمد که از علما هست میگه ولهذا نجد ان الله سبحانه و تعالی یحث کثیرا فی کتابه علی التعقل و التبصر. میگه زمین خاطر است که قرآن عظیم شان زیاد به تعقل و استعمال تبصر، دیدن با دید قلب، میگه زیاد گفته که افلا تعقلون لعلکم تعقلون. سومی عبادت فکری تدبر هست، فکر کردن است. تدبر هم ایره علما میگن التدبر عبارت عن النظر فی عواقب الامور. تدبر چی رو میگن؟ میگه دبر پشت میگن. و تدبر یعنی که در عواقب یک کار شما فکر میکنین. اگر من نماز نخوانم نتیجه چی میشه؟ اگر من معبودان باطل اطاعت بکنم نتیجه چی میشه؟ اگر به طاغوت کافر نشم نتیجه چی میشه؟ اگر در نواقض اسلام مبتلا شم چی میشه؟ پس اینی یکی از عبادات فکری است که انسان همیشه عاقبت یک چیز را درباره از این تدبر میکنه. و علما میگن که تصرف القلب بالنظر فی الدلائل. تدبر چی هست؟
که همیشه در دلایل فکرت و قلبت و هوشت و عقلت به این دلایل به کار میپرتی. این تدبر میگه. الله متعال در قرآن عظیم شان میگه که افلا یتدبرون القرآن، چرا اینا تدبر در قرآن نمیکنن؟ خب این قرآن خواندیم. الله متعال میگه ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر قرآن از جانب غیر الله می بود، در اختلافات زیاد پیدا می شد. چرا وقتی انسان کتاب نوشته میکنه عاجز است. من خودم وقتی یک کتاب رو نوشته میکنم، یک صفحه، 2 صفحه، 5 صفحه، 10 صفحه، وقتی دوباره کتاب خودم میبینم که کتاب بسیار اشتباهات داره، نیاز به اصلاحات داره. این توانایی بشری هست. اما وقتی قرآن عظیم شان میخوانیم میبینیم که قرآن عظیم شان از سپاره اول، از آیت اول شروع گرفته تا الناس در هیچ اختلاف نیست. کتاب کامل و شامل هست. الله متعال میگه تدبر بکنین در قرآن، لکن با تعصب و تکبری گپا نکنین، با امراض فکری اگه داشته باشین. اما اگر پاکیزی باشی و تدبر میکنیم، میبینی که قرآن عظیم شان واقعا ثابت میشه که کلام الله هست. و عبدالله ابن عباس میگه که من یک شب در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه خاله عبدالله ابن عباس که بی میمونه بود و ای از ازواج مطهرات است، میگه در خانه از اونا بودم. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت میکردن و سپس استراحت کردن. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در سوم حصه شب شد، میگه نشستن و به طرف آسمان نظر کردن. این عبادت فکری است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه. و میگه این آیت تلاوت کردم که ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات، خلقت آسمان ها و زمین و اختلاف شب و روز دلایل است لأولی الالباب، برای کسایی که صاحب قلب سلیم هستند. پس این چی هست؟ یکی از عبادت های فکری هست. و علامه ابن قیم جوزی رحمه الله میگه که هیچ چیز دارای منفعت زیاد برای بنده در زندگی دنیا و آخرتش و نزدیکتر به نجاتش نسبت به تدبر و تفکر و تأمل طویل و جمع فکر به معانی آیات قرآن عظیم شان نیست. یعنی ثواب زیاد و اجر زیاد و منفعت زیاد چی داره؟ که انسان تفکر و تدبر در آیات قرآن بکنه. و دیگه از جمله علما فضیل رحمه الله هست، او میگه قرآن بر از این نازل شده که مردم به او عمل بکنن. مردم قرائتش میگه عمل گرفتن. از او میگه پرسان شد خیلی عمل به قرآن چی هست؟ که ما عمل به قرآن بکنیم. میگه حلالش حلال کنی، حرامش حرام کنی، به اوامرش عمل کنی، از نواهیش پرهیز کنی و در امور عجیب آن توقف و فکر کنی. این عمل است به قرآن. حلالش حلال بسازی، حرامش حرام، از حلالش استفاده کنی، از حرامش اجتناب بکنی. پس این عبادت فکری شد. دیگه از جمله عبادت فکری و همچنان در چیزهای امور عجیب قرآن که هست، تفکر و تدبر بکنی. تفکر بکنی که اهل توحید نتیجهشان چی شد، اهل شرک نتیجهشان چی شد، دشمنای الله نتیجهشان چی شد، قوم نوح چه قسم هلاک شدن، کدام مردم امرش نجات پیدا کردن، موسی علیه السلام کی امرش نجات پیدا کرد، فرعون و لشکرش چه قسم غرق شد. این کلش به چی هست؟ به تفکر و تدبر نیاز داره. و چرا یهود کافر شدن؟ اونا خود داعی اسلام میکردن، در چه نواقض داخل شدن که ایمانشان شکستان. قریشی ها میگفتن که ما پیروای ابراهیم و اسماعیل هستیم. اونا چرا الله اونا را گفت که قل یا ایها الکافرون، بگی رسول الله صلی الله علیه وسلم اینا را تکفیر بکو و برشان بگو شما کافر هستین، شما پیرو ابراهیم و اسماعیل علیه السلام نیستین، شما کافر هستین. پس در این مسائل تفکر و تدبر کردن این متعلق میشه به چی؟ عمل کردن. یعنی قلبت و فکرت و عقلت در قرآن به کار انداختن. این هم یکی از عبادت ها و یکی از چیزهایی است که انسان از اعمال صالحی هست که انسان مسلمان باید انجام بده.
چهارمین مطلب تذکر یا پند گرفتن و عبرت گرفتن است. این هم یک عبادت فکری هست. حضور صورت المذکور العلمیه فی القلب، یک چیزی رو در قلبت حاضر میکنی و از او پند میگیری. کتاب انزلناه الیک مبارک، الله متعال میگه که این قرآن کتابی است که ما این بر تو روان کردیم، نازل کردیم، کتاب مبارک هست. لیدبروا آیاته، تا که مردم تدبر بکنن در آیاتش، ولیتذکر اولو الالباب، و تا ای که صاحبان قلب سالم تذکر بکنن، پند بگیرن از این، پند گرفتن از این. امام طبری میگه که چی معنی ولیتذکر اولو الالباب؟ میگه ولیعتبر اولو العقول والحجه، میگه کسانی که دارای عقل و حجت هستن اینا پند بگیرن ما فی هذا الکتاب من الآیات، دلائلی که در قرآن عظیم شان هست. این تذکر میگن، پند باید بگیرن، عبرت بگیرن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که کنت نهیتکم عن زیارت القبور، وقتی که اول میگه ما آمدم شما را منع کردم از رفتن به قبرستان. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه را در اول از رفتن به قبرستان منع کرد؟ میگه به خاطر ازی شما را منع کردم که در اون وقت شما اساسات توحید درست نمیفهمیدین و متاثر بودین به عادات جاهلیت. در عصر جاهلیت مردم میرفتن به قبرستان، صفات الله را به صاحب قبر میدادن. صفات الله را مثل روزی دادن، اولاد دادن، صحت دادن، شفا دادن، دختر دادن، پسر دادن، پناه دادن، که این کلش صفات الله هست، این به صاحب قبر میدادن. رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه را بیخی منع کرد که به قبرستان نرین. کنت نهیتکم عن زیارت القبور. پس وقتی که صحابه عقیده توحیدشان بسیار قوی شد و فهمیدن که پسر الله میته، دختر الله میته، حفظ میکنه الله، روزی میده الله، حفظ کننده الله هست، تعیین کننده احکام الله هست، پناه دهنده الله هست. بنابراین وقتی که در قبرستان میری، او صاحب قبر هر کسی که باشه، نبی باشه، ولی باشه، دوست الله باشه، با وجود تمام از این صفات، این مخلوق هست. بنابراین صفات خالق برای مخلوق نمیده. قال به صحابه میگه کنت نهیتکم عن زیارت القبور، اول شما را من از رفتن به قبرستان منع کردم، فزوروها، آل شما برین زیارت بکنین، برین در قبرستان. چی فایده میکنه؟ فانها تزهد فی الدنیا و تذکر الاخره. میگه ای برای شما را در دنیا زاهد میسازه. وقتی در قبرستان برین، قبرها را سهل میکنین که قبر فلانی است، قبر فلانی هست، این فلانی تجار است، فلانی مالدار است، فلانی پولدار است، فلانی وزیر بود، فلانی پادشاه بود، فلانی قدرتمند بود. پس میفهمید که دنیا چقدر دنیا بی‌وفا هست و شما در دنیا بسیار در دنیا براتان میشه. و تذکر الاخره، و آخرت به یادت میره و پند بگیری. پس اینال رفتن به قبرستان به هدف پند گرفتن یک عبادت شد. عبادت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که میرفتن و در قبرستان چی میکردن؟ پند میگرفتن. اینال انسان برای ازی که دنیا برش ببینه که اینا کلشان فوت کردن، اما امروز برعکس از او به وجهی که در قبرستان میرن، چون در قبرستان قالی نوار بگو، در قبرستان شیر چای بخو، کلچه بخو، میله بگو، دول بزن و قوالی بخوانی گپا، اصلا مرد هیچ یاد نمیکنه. کل بدعت ها و کل شرکیات یا در بین قبرستان هست و در زیارت ها انجام میشه. در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اگر شما برین و قبر به حالت عادیش که همو خاکی که کنده شده همو سرش باشه، وقتی شما برین سهل میکنین، در اونجا مرگتان یادتان میگه که حتی در بقیل مرقد که در مدینه منوره انسان بره میبینه که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چه شخصیت های بزرگ بودن، اینجا در زیر خاک افتادن. و من هم سبا میبرم، من هم سرم امی تخت سنگ ها مانده میشه، من هم در قبر تنها گذاشته میشه، من هم شب سرم میه 10 بجه شب 11 بجه شب و اولادهای من کلگی میرم و من تنها در این قبر میباشم و قبر سختی ها و مشکلات و یک جا شدن قبر گفت. پس اینجا برای انسان پند هست. یکی از علما میگه هو الذی یبعث علی استفراغ الوصف الاقوال والاعمال التي ترضى الله.
این تذکر چی هست که برای انسان اما به زحمت کشی در فهم افعال و اقوال و اعمال انسان هم میکشونه که الله از او راضی میشه. وقتی که اگه انسان میگه، مقاتل در تفسیر خود میگه که ان المتقی اذا اصابه نزغ من الشیطان تذکر، میگه انسان با تقوا وقتی که شیطان یک وسوسه کردش فوراً به یاد میره. دشمن خطرناک شیطان است و شیطان میخواد گمراه بسازه و در دوزخ ببریده و عرف عنه معصیت، میفهمه که اوه کار که شیطان مرا تشویق میکنه خود معصیت است. فابصر، اینجا باز میگه درک میکنه، فنزع عن مخالفت الله، از مخالفت الله خود دور میکنه. پنجمین عبادت فکری تأمل و دقت نظر هست. اون چه قسم تعریف میکنه؟ میگه تأمل چی هست؟ میگه تدقیق النظر فی الکائنات، در مخلوقات بسیار دقت نظر میکنی. به چی هدف؟ به غرض الاتعاظ و تذکر، به هدف پندگیری. مخلوقات سعی میکنی تا از این مخلوق پند بگیری، مثل خلقت آسمان ها، خلقت زمین، خلقت سایر کائنات. و علما میگن مثلا التأمل، مثلا عمر بن عبدالعزیز رحمه الله میگه التأمل فی نعم الله من افضل العباده. بهترین عبادت چی هست؟ میگه که شما تأمل بکنین، دقت نظر داشته باشین در نعمتهای الله. یک دانه سیب وقتی که میبینین سعی میکنین سبحان الله، این درخت سیکو، درخت بسیار بدمزه و در پایینش خاک از گل است، از این خاک گل دهی او میپرتی، از این درخت بالا آمده است و خود درخت اگر بگیری بخوری چوبش بسیار تلخ است یا بیمزه است، لکن این سیب با این رنگ زیبا، با این لذت و با این چیز، پس ایره تأمل میگن. این بهترین عبادت است از عبادات الله. در هر نعمت الله، وقتی الله بر من دست داده، اگر این انگشتای من قاط نمیشد، ام تو شخ میبود، اول من در کامپیوتر سیکور کردن نمیتونستم، لغمه رو درست گرفتن نمیتونستم، غذا درست خوردن نمیتونستم، کارهای من درست انجام دادن نمیتونستم. اگر این دست من قاط نمیشد، من بسیار مشکلات هم میبودم، حتی مثل حیوان رو باید غذا میخوردم. پس این کلش نعمات الله سبحانه و تعالی هست که برای ما و شما داده هست. دیگه از عبادات فکری تفقه هست. تفقه چی است؟ فهم دقیق هست. یکی عالم است، یکی فقیه هست. عالم کسی است، مثلا یک کسی یک موبایل میسازه، اختراع میکنه، این عالم است. اما فقیه کی است؟ فقیه کسی است که در قرآن و سنت فهم دقیق می داشته باشه. از این خاطر الله متعال میگه و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. باید از هر طایفه کسایی وجود داشته باشند که اونا تفقه در دین بکنن، یعنی دین به شکل دقیق بفهمه. این فقه میگن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. کسی که الله بر از او اراده خیر کرده باشه، باز این دین بسیار خوب دقیق میفهمه. اینجا تفقه کسی که فقه اکبر است و یکی فقه اصغر است. فقه اکبر اصول دین هست، اعتقادات هست که تو عقیده را درست میفهمی. فقه اصغر که مسائل هست که انسان ایره میفهمه. ایناله الله برای کی اراده خیر کرده؟ یک انجینیر، یک دکتر، یک پروفسور، یک انسان کامپیوترکار عقیده را بسیار خوب میفهمه. یک کسی دیگه از کل وقت خود در چی مصرف کرده که مناظره بکنه، فقط امی اختلافات مذاهب زیاد یاد داشته باشه و در این باره بسیار لیسانس بگیره، ماستری بگیره، دکترا بگیره، خود بسیار کلان نشان بده. این تفقه در فروعات هست. اما وقتی که در مسائل اعتقادی میه پرسان بکنی که شما ارکان لا اله الا الله را میفهمین، حتی ارکان لا اله الا الله را نمیفهمه که مثلا رکن اول لا اله الا الله چی است؟ که من باید تمام معبودای باطل نفی بکنم و تمام طواغیت نفی بکنم. لا اله، نیست هیچ کس مستحق از اینکه عبادت شود و نیست هیچ کس مستحق از اینکه قانون را تعیین بکنه.
حلال و حرام و جایز و ناجایز و خوب و خراب و حق و باطل تعیین بکنه. الا الله، بغیر از الله سبحانه و تعالی. اگر کس این فهمید لا اله الا الله را درست فهمید و باز فهمید که شروط لا اله الا الله چی است، که من چه قسم میتونم مؤمن به لا اله الا الله باشم، که اخلاص داشته باشی، محبت داشته باشی، یقین داشته باشی که هیچ در او شک نباشه، و در لا اله علم داشته باشی که در او هیچ جهل باقی نمونه. واقعا الله برای تو اراده خیر کرده. این چیزا بسیار آسان هستن، لکن اساس دین هست. اما بسیاری کسا چیزای بسیار بزرگ یاد گرفتن، اما اساسات دین نمیفهمن. الله برای کلگی خیر میخواه، به شرط که انسان خودش در راستا خدا زحمت بده. این علماء عایشه رضی الله عنها میگه که نعم النساء و نساء الانصار، بهترین خانم ها میگه خانمای انصار بودن. میگه وقتی اینا میخواستن تفقه در دین بکنن، حیای از اینا مانع از اینا نمیشد که اینا سوال بکنن. باید سوال بکنن، باید پرسش بکنن. و حسن بصری رحمه الله میگن فقیه با تقوا، فقیه که هم با تقوا است و هم زاهد است، کی است؟ میگه کسی است که پایینتر از خود را مسخره نمی کند و به بلندتر از خودش همز و لمس نمی کند و در مقابل علمی که الله برش داده متاع ناچیز دنیوی را نمیگیره. این میگه فقیه باید این صفات داشته باشه، تقوا داشته باشه، زهد داشته باشه، از خود که پایینتر تحقیر نکنه، مسخره نکنه، برای کس همز لمز نگویه و علمی که برش الله داده اینه در مقابل مال نفروشه، صادقانه چی کنه. و امام ابو حنیفه میگه الفقه فی الدین لافضل من الفقه فی الاحکام. میگه فقه در دین که است، این بهتر است از فقه در فقه احکام. یکی فقه احکام است که او مثلا احکام معاملات ایگپا هست. میگه از این که در عقیده اگر تو فقیه باشی این بر تو بهتر است. ولی این یتفقه الرجل کیف یعبد ربه. میگه اگر یک کسی این فهم دقیق داشته باشه که چه قسم الله را عبادت بکنه، که در او شرک نباشد، در او تکبر نباشد، در او بدعت نباشد، خیر له من ان یجمع علم کثیر. میگه این بسیار خوب است اگر یک نفر قدر درک بکنه که الله را به خوبی عبادت بکنه. این بسیار بهتر است از اینکه یک نفر بسیار علم داشته باشه، لیسانس است، ماستر است، دکتر است، بسیار معلومات زیاد داره، لکن نمیفهمه که الله را چه قسم عبادت بکنه و خودش بسیاری وقتا با وجود لیسانس و ماستری و دکترا در شرک عبادت میشه. بعضی اوقات مثلا شرک قصور است، بعضی اوقات شرک قبور است، متوجه هستین؟ یا شرک قبرها هست، به قبر پرستی و انسان پرستی مشغول است. یا شرک قصور است، ده اصحاب صاحبای قصر، کسایی که قدرتمندا هستن، او رو تایید میکنه و در انتخابات از اشتراک میکنه و برای از او کمپاین میکنه. خودش مثلا با وجودی که علمیت زیاد داره، خودش در بلای خطرناک اعتقادی مبتلا هست و در شرک مبتلا هست. از این خاطر میگه که اگر یک کسی بتونه که الله را درست عبادت بکنه، از علمی بسیار زیاده که در مسائلی که در یک مسئله وقت پرسانش کنی که فلانی تو گفته فلانی، و ما بسیاری کسایی را دیدیم که مثلا اگر توی از پیشش پرسان کنی در یک مسئله فقهی کوچک، اینقدر معلومات داره که 4 ساعت برای درس میده. ولی اگر می در مسئله استغاثه پرسانش بکنی، در مسئله طاغوت پرسانش بکنی، در مسئله ارکان لا اله الا الله پرسان بکنی، این بیخی هیچ معلومات نداره و حتی باز قبول هم نمیکنه که مسائل بپذیره، درک بکنه. از این خاطر خود از این عالم با اینمی علم خود سبب بسیار جنجال ها و مشکلات میشه. در یک کلمه، در یک آیه حدیث که میخونه، تمام ترکیب و تمام قواعد نحوی و صرفی و بلاغت یا برای بیان میگه که ایران میمانی که سبحان الله هیچ بحری از علم است. اما وقتی که در مسئله اعتقادی میپرتیشه، میبینید در مسئله اعتقادی حتی ایمان خود هنوز سوال در چوکات ایمان داخل نشدن، به هزارها شرکیات مبتلا هستند. امام شافعی رحمه الله میگه کسی که قرآن بیاموزه ارزشش بیشتر میشه و کسی که تفقه کنه قدرش بلند میشه و کسی که حدیث بنویسد حجتش قوی میشه. پس این چی هستن؟ اینی کلش از عبادت های فکری بودن.